بین شما و علی کدام چیزی هست؟ پیلوت گوش کو، از تو فقط یک چیز میخوایم. به خاطر تو مدام مقابل خانواده مستاد شدم. باور کردم که تو یک انسان متفاوت هستی. قبول کردم که با هم یک جای در این مسیر بریم. بیان باور دارم که خانواده میره درک کرده و تو را قبول خود کردن. اما اگه یک دفعه دیگه سلاره در دستت بگیری، اگه خودمان بخوایم تو را بخشیده نمیتونم. گپ فهمیدی؟ نه دویگا، بعد از این به دست من اسلحه نخواد بود. اگه باشم دیگه باز من نیستم. دویگا، تو توقف دهنده زمان هستی. تو سر زمان غالب شدی. اما اولین لحظه ای که من تو را دیدم نه، زمان خلاص شد. تو شروع شدی. از این به بعد صاحب تمام لحظات من تو هستی. دویگا میفهمی؟ تو هر چی که بخوایی، هر قسمه که بخوایی همو تو میشه. میخوایم به این گپت باور کنم. پشیمانم نمیشی؟ خانم توکچه، ببینین به من حقیقت گفته میتونین. خانم مظلم، او واقعا قسمه که شما میگین تو یک چیز نیست. او بیازو سیفدا متحل است. دیگه ای که اینجا مولا علی را هر کس دوست داره. شوهرت زنگ زده بود جانم؟ نه، مادرم بود. در خانه نیستن نی؟ عمو را برام خبر داد. سعیس چقدر دیر کرد، باید میامد دیگه. کجا رفته باشه؟ بسیار میبخشین. کتالی درباره کدام موضوع مهم گپ میزدین؟ البته اگه شخصی نباشه. یک موضوع شخصی از خانم سیفدا. اگه زیاد شلگی نکنین باز زیاد خوش میشم. خوب است. مام یک چیز پرسان میکردم اما منصرف شدم. چی پرسان میکردین؟ ده اصل به تشویش باقی مانده قصه هستم. یعنی چطور مولا علی را نتونستین قانع بسازین تا کارش ایلا کنه؟ ده اصل مام به تشویشی گپ هستم. در صورتی که او قدر عاشق شما بود، چرا او را قانع ساخته نتونستین؟ خانم یک داریم دلش میوه شده ها؟ بگی بخوا. بسیار زیاد تشکر. صبر کو ببینم چرا یک قسمی میشینی ها؟ آفرین. سعیس، حالا آرامتر شدی؟ معلوم میشه که بچیم زیاد شوخ است. بله. علی،
همیشه ذهن مرا مخشوش میسازی، اما حالا دیگه عامل هستم. علی لطفاً مرا درک کن. تا وقتی که توی کار اعلان نکنی من همیشه همه قسم جگرخون میباشم. هر روز به تشویش ای میباشم که مرده یا زنده خاتمه. همیشه با فکر ای میباشم که حالا کسی میایه و مرا از بین میبره. این وضعیت سر طفل ما تاثیر میکنه. میترسم طفل ما را کدام چیز نشه. دزم تو برام وعده داده بودی. لطفاً. درست است. اعلام میکنم. زیاد دوستت دارم. مام دوستت دارم. خانم مسلم، من شما را جگرخون ساختم. نه من خوب هستم. میتونم از تشناب استفاده کنم؟ البته استفاده کردم میتونی. اگه میخوای یک بار دیگه که تو خانوادت گپ بزنم. نه فایده نداره. تو اول مطمئن شو که سلا را اعلام میکنی، امی به ما کفایت میکنه. احتیاط کن. چی میکنه استاد؟ برای زنگ میزنم چرا جواب نمیدی؟ یعنی چی؟ یعنی تو از همین خاطر پیش روی ما قسم آمدی؟ خانم میرال برام گفت که در کدام جنجال افتیدی پیلوت. با تشویش خانم دویگو بود. باید گپ بزنیم. ایزن چرا نمیگه که به خاطر چی اینجا آمده؟ سیفدا جان گفت که موضوع شخصی است. نه چرا درک نمیکنی؟ من نمیخوایم که علی بیشتر از جگرخون شود. توکچه بیازو از خاطر ما به اندازه کافی جگرخون شده. آی تو هم دیگه زنده باشی توکچه. آی چه روز نگرفته داخل خانه تا آوردی؟ آی سیفدا من به خاطر که چشمای تو واس شوه ای کار کرد. تو که تویگار عروسی کردی، حالی هم زن سابق علی آمده. اگه توی وضعیت درک کنی برات خوب خود بود. من چی میگم تو چی گفته میری؟ اصلا ای چی رفتی به ای داره؟ نشه به خاطری که علی رو تا هنوز دوست داره آمده. چرا نشه؟ نه دیگه. آی با تو چی جانم؟ با تو چی؟ در صورتی که تویگار عروسی کردی چرا پشت علی را گرفتی؟ خانم مسلم خوب هستین؟ خوب هستم تشکر. بیادر منتظر چی هستیم؟ رفته سرش فایر کنیم. میخوایی تاشکافا سر ما فایر کنه؟ لو دستی بچیم چی؟ نه که نشنیدی گفتن وقتی که در خانه بودن حلش کنه. محبتشان که خلاص شد بالاخره از خانه بیرون میشن. از صفر شروع میکنیم. یک زندگی جدید میسازم و از این بعد هیچ کسی پیش روی مرا گرفتن نمیتونه استاد علی. سعیس خوب است. حالا بخیز کالا بریم دیگه. کجا؟ حالا که قدرده تصمیمت جدی هستی، میگی که بعد از این همراه آدمای خراب سر و کار نداری. ما یک بار رفته کت کاکالی هان گپ میزنم. راستی؟ ای کارو میکنی؟ ببینم که قانش میتونم یا نمیتونم. سعیس؟ بریم. راستی استاد، اما دویگو در موتر منتظر است. سعیس او را میگیریم. شما منتظر باشین، من کت کاکالی هان گپ میزنم. درسته سرچه تو بخوای. سینان من از طرف پدرم ازت معذرت میخوایم. ای که برای چی گفته در حق چی کده نمیفهمم، اما واقعا متاسف هستم. آشنا شدن با تو زیبا و خاص بود. همه چیز از صمیم قلب میگم. خداحافظ.
میشه گپ بزنیم؟ به آخرین بار. نمیشه سینان. یعنی این کار چی فایده داره؟ ازت زیاد سوالا دارم. شاید مجبور نشیم که جدا شویم. سینان حتی اگر ما هم بخوایم دیگه دیده نمیتونیم. باید یک راه داشته باشن. در اصل پدرم امروز در خانه نمی باشه. خب در گوشه باغچه یک جای است، یک درخت است، نزدیک دیوار است، اما میتونی بالا شوی. سلام علیکم. علیکم سلام مولالی. چی کردین استاد علی؟ دویگو رو پیدا کرده تانستین؟ پیدا کردم. خانم دویگو خوب است، تشویش نکنین. کاکالی هان، درباره این موضوع میشه که تان تنها گپ بزنم؟ بله چرا نه. بیا مولالی، بیا که اینجا بشینیم. کاکالی هان، مکت پیلوت گپ زدم. او آدم واقعا توبه کرده. تو میگه مولالی ها؟ ای که او آدم چی کار میکنه تو میفهمی. اما تصمیم گرفته که الهش کنه. با او یک فرصت میتیم. مولالی، با گفتنی که اله کدیمی کارا نمیشه. اگه یک آدم در بسته عمرش یک بار مرمی فایر کرده باشه بازم فایر میکنه. هر قدر دستش بشه بازم کثیف میمانه. گوش کالی، نسبت به خانواده دیگه مسئولیت داری. وقت دیگه کار دزدی تو کار نیست که دیگه اله شوه. حالا دیگه تیر از کمان گذشته. او قدر دشمن جمع کردی که وقت ما میگم تو پشتی کار اله کو. فکر میکنی کنام پشتی کار اله میکنن؟ ما تصمیم ما گرفتیم. عضلم حامل است. از این بابت کار نمیکنم که خانوادیم در کدام خطر بفته آقا کرد. اگر نیاز باشه استانبول ترک میکنم. گوش کالی، نسبت به خانواده دیگه مسئولیت هم داری. ما به خاطر کلانت نکدیم که روسی کده پشتی کار اله کنی. یکم فکر کن، تو یک آدم با استعدادی تشکیلات هستی، باید این موضوع را درک کنی، خصوصا در یک موضوع کلان. وقته او به شرف ها دانه دانه میخواین که با این کشور خیانت کنن و دانه دانه این مردم از بین و برن. باسو در فکر زن اولادت هستی. باورم نمیشه علی، تو بسیار یک آدم خودخواستی. اگه این مردم ها این کشور دوست نداری امیال از اینجا برو بخواست یک زندگی عالی بساز، خوشبخت باشی. ببین کاکا الهان، ای تو چیزی نیست که پیلوتا به این کار وابسته کرده باشه. یعنی یک مسئولیت یا ای تو کار نیست که وظیفهش باشه. چطور ایلا کدش نتونه؟ دیده که در تاریکی افتیده و میخوای از او تاریکی بیرون شوه. یک کسی پیدا شوه که او را نجات بده. یک نور دیده، او نور تعقیب میکنه. کاکا الهان، یعنی ما او آدم دوباره در تاریکی بندازیم؟ پدرت گپ علی رو میشنوه، یعنی قانع میشه؟ یعنی قانع خواد شد یا نه؟ یعنی اگه استاد علی و پدر مقانی ساخته نتونه دیگه کس نمیتونه. گفته باشم برد. در او صورت خیلی چی کنیم؟ منتظر می باشیم که قانع شوه. چقدر؟ تا وقتی که قانع شوه. خب میگی قانع نمیشه؟ نمیشن. میگم تا وقتی که قانع شون منتظر می باشیم. چی شدنه که منتظر مانده نمیتونی؟ کی؟ ما نه، یعنی منتظر میباشیم اما وقتش که رسید باز انتظار ختم میشه. ای کار یک بار استاد علی حل کنه باز. کاکا، تقدیر عاشقا تلاش است. خداوند کسی را که بخواه برای راست بره دنی مرای لا نمی کنه. در ضمن ببین خودتا میفهمی گرفتنی قسم تصمیما زیاد آسان نیست. حالا که پیلوت خانم دویگوره اینقدر دوست داره، این کار ما هست تا در این تصمیم همراهشان کمک کنیم. کاکا لیهان، تو سرم اعتماد داری؟
استغفر الله مولالی دیگه چی گپ است؟ البته که دارم. صحیح است. من ضامن پیلوت هستم. اگه کدام کار اشتباه کنه فکر که او اشتباه را ما مرتکب شدیم. بیا با او آدم یک چانس بدیم. ببین بعضی ها متاسفانه در زندگی از جای اشتباه شروع میکنن و پایان او را به جای اشتباه ختم میشه که پشیمانی دیگه سود نمی داشته باشه. کاکا پیلوت از هیچ خوری میخواه بیرون برایه. پیلوت با سالا تولد شده اما نمیخواه با سالا از بین بره. با او یک چانس بده کاکا. اگه اشتباه کنه حسابش از ما پرسان کن. خلاص نشد به خدا، خلاص نشد. معلوم میشه به تو صبر کردنم باید یاد بتم. درست است، راست میگی، اما ده تو حالات عجله کردن ثواب داره. استاد علی هم قسم گفت. میبینیم چیزایی که به درد کارت میخوره زود یاد میگیری آقا پیلوت. میایم والله میایم. نگویی که قبول نکرد استاد علی. قبول کرد. راستی؟ بله اما ببین تو چی رقم یک آدم خوب هستی، چقدر یک آدم بزرگ هستی. والا در 2 دقیقه کارم حل کردی. از این بابت میفهمی کاملا مثل بیادرم هستی. بعد از این تو بیادر کلانم هستی. بیادر به خاطر کل چیز تشکر استاد علی. ببین پیلوت ما ضامن تو شدیم. این قسمی که کالیهان قبول کرد. اگه از وعدت منصرف شوی مرا در مقابلت خواد دیدی خبر باشی. تو ضامن ما شدی؟ منتظر شماست، حالا منتظرش نمانه. تو چی یک آدم مردی هستی به خدا، بسیار مرد هستی. خدا سایت کم نکنه. ناق خاطر مولا نمیگن اما تو نیست. تو واقعا که مولا هستی، واقعا که آدم بسیار با شرف هستی. خیر ببینی زنده باشی. حالا دیگه بیشتر از این منتظر نمانینش. برین. خیر ببینی این آدم در 2 دقیقه کار ما رو حل کرد. صدقه را رفتن تو استاد علی. صبر کن کم آرام باش. نمیتونم آرام باشم. دیوانه. خب با هم چی گفتین؟ گپ زدیم دیگه. درباره یک چیز خوب گپ زدین. درباره چی گپ زدین؟ صحیح اما مادر، پدر، معذرت میخوایم اما باید بگویم. آقا علیحان از اینکه مرا درک کردین واقعا زنده باشین. بیبی آقا پیلوت، مولالی آمده بود درباره تو گپ زد. مولالی بیهوده گپ نمیزنه. از همین خاطر فکر کردم که یک چیز خوب میفهمه، اما سر مام ناق کل نشده. زمان نشان خواهد داد که کدام ما حق به جانب هستیم. حالا اجازه میتم که دختر ما ببینی، اما اگه یک دفعه دیگه ببینم حتی به یک مرچام ضرر برسونی، این کار باز به همیشه خلاص میشه. ضرر نمیرسونم. چرا ضرر برسونم؟ شما به من چانس دادین نی؟ من او مرچه را سر شانایم گرفته میگردانم. هیچ وقت پسشم نمیکنم. حالا دیگه میبینم باز انشالله. علی آمد. راستش من
ما باید برم. دست کالم. به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. خدا حافظتان. من شما رو بعد رقم میکنم. علی؟ این آدم دیگه کی هست؟ با ما چی بچم هر کسو که هست باشه. وقتی که داخل خانه شد باز شروع میکنه. یکی است. یکی از آرخوره جاهل و با جرأته که هنوز این گپ یاد نگرفته که نباید از ما دوستی کنه. بانن که بره. پیلوت گفتم علاج کنیم که بره. چی رسایل دارن ها؟ خداوند ازت راضی باشه بیادر. سعیز برو برای دیگه. زنده باشی بیادر، زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. ما یک تصمیم گرفتیم. از او خاطر شما را اینجا خواستیم. چه قسم تصمیم پیلوت؟ دقیقه در سالها همراه شما در سخت‌ترین روزهای زندگیم شانه به شانه بودیم. عمر ما را در بین بلاها و خون تیر کردیم. نبخشیدیم، بخشش نخواستیم. از جایی که تیر شدیم فقط جسدها را به جای ماندیم. بالاخره ما یک نام و ثروت به دست آوردیم. اما
هیچ وقت محبت واقعی را نچشیدیم. هیچ کدام ما ای که چی وقت در کجا چه قسم خواد مردیم نمیفهمیم. یک روز نه یک روز در یک سرک تاریک جسد ما را پیدا خواد کردن. منظورت از این گپا چیز بیادر؟ صبر کن. ما در زندگی با قمار به جایی نرسیدیم، اما از این به بعد دیگه هیچ وقت زهر پاش نمیتون. یعنی منظورم ایست که ما این کارا را دیگه ایلا کردیم. از ما همه قبول. برات گفتم که تو در اینجا چی میکنی عزلم؟ مام گفتم که باید با هم گپ بزنیم. خوب است گپ میزنیم. در صورت هرچی که میگی عاجل برام بگو. گپایی را که میخوایم بگویم زیاد مهم هستن، اینجا گفته نمیشه. داخل رفتن توکچه میرن، یعنی بالاخره زن سابقش هست. برات یک چیز بگویم، به نظر من ای زن هنوزم عاشقش هست. شاید علی هم دوستش داشته باشه. بیادر، چیزایی که میگفتین راست بود. پیلوت دیگه ای کارا رو نمیکنه. ای به ایمان است که دو دنیا تو با کده میره. چانس داره. اونی مرد بیادرتان زیادتر از ایده زمین نمیمانه. بریم او آدم از بین ببریم. پیلوت، تو قصد چی کنی ها بیادر؟ ودت بیادرم، ببین من پیش نجمی میرم به خاطر خواستن یک کار درست و خوب. تو هم بیا کت ما یک جا برو. این کارا رو الا کو بچیم. تو هم از صفر به خود یک زندگی نو بساز. ما با دعایی که امکان ندارم می نمیگم پیلوت. ما مثل تو خدا فریب دادن نمیتونم بیادر. بچه مگه ما با دل و جان از تصمیم قلب بازور و بازو به اینجا نرسیدیم؟ بگو بیادر. حالا به خاطر یک دختر به نظرت حقی را داری که کل اینا را فدایش کنی ها؟ بگو. چرا درک نمی کنی بیادرم؟ او لحظه ای که هیچ توقعیش نداشتم در این قلب مرده ما یک امید پیدا شد. اولین بار بود که مزه زندگی را چشیدم بچم. یعنی میگن نه چشم عاشق کور می باشه. بعد از اینکه ما عاشق شدیم با دیدن شروع کردیم بچم. آی با دیدن چی شروع کردی پیلوت ها؟ بگو عشق چی است؟ بلی از خدا عشق چی است؟ بچه مگه ما با یکی دیگه خود وعده ندادیم که قوی ترین می باشیم؟ از طفولیت ها حالی را با هم هستیم. او روزای را که یک تو تنها نبا هم تقسیم میکردیم فراموش کردیم. هیچ درد نبود که ندیده باشیم. در شفاخانه 10 زخمی و 10 دوست ما را از دست دادیم. از کلش تیر میشم. اما آریکو چطور بگو برام بیادر؟ پدر ماست. او پدر ماست. پدر اصلی ماست بیادر. او پدری که تو را از اولاد اصلیش کرده زیادتر دوست داشت. وصیت او را فراموش کردی چطور پیلوت؟ حتی به خاطر تو در زندان افتیدیم و ازش حفاظت کردن نتونستیم. درباره او آریکوی گپ میزنم که یک شخص بی‌شرف رفته او را و بسیار ظالمانه کشت پیلوت. هنوزم با یادت نامده بیادر؟
پدر تو مروایی کارم گناهکار میکشی اما ترس؟ بله بیادر گناهکار میکشمت. شاید اگه این تصمیم عاجلت نمی بود حال پدرم زنده می بود. حالی هم کارا رو میکنی. حالی هم سر گپت استاد هستی با خاطر یک دختر بیارزش کل ما رو نابود میکنی پیلوت. تو چی گفتم ایریه بچه؟ هر چی گفتم دیگه. گپت پس بگی ودت. نمیگیرم پیلوت. نه که دروغ است بیادر. دروغ است بیادر. بس دیگه. خدا پیش من رسید نساز. اول گپت بفهم باز بگو. در اشتباه روان هستی پیلوت. چرا نمیفهمی که دختر باعث مرگت میشه؟ قسمی که گفتین تنها میره. خدا کنه که اسلحه نداشته باشه. بچه مزی که بتانی پیلوت به قدر آسانی بکشیم حتی فکرشم نمیکردم. حالا رکت کو بچه. یعنی در داخل چی میکنن توکچه؟ خوب میشه اگر دیگه دخالت نکنیم سیفدا جان. کالا خواستم از تو فقط همه قسم یک زندگی بود. ساده و یک زندگی به خواست خود. به خاطر گفتنم میگپ آمدی عزلم. اونجا رو ببین. آماده باشین. حالا بیا تو هم بیا دیگه عزلم. کامرا رو با ما بده. اینه بگی. آماده هستیم؟ بله. 1 2 3. سبا شو با هم یک جای نان بخوریم. سایس میخوریم. حسادت کردی؟ تو با ما حسادت کردی ها؟ نیک حسادت کردی؟ روز کی عکس گرفتیم به یادت هست؟ یعنی همون شو در وقت نان میخواستم یک گپ مهم برات بگویم. سلیمان پیش مادرم روان کرده بودیم. متوجه باشی. درسته. برو دیگه مادر جان متوجه باشی نشه که مثل او دفعه بفتن. سعیز دخترم تشویش نکن. آی چرا بفته؟ دفعه قبل یک حادثه شده بود. پایش بند مانده بود افتید. سلیمان جوان بچه شد اما تو نیست بچیم؟ بله پدر. حالا دیگه بریم. حالا دیگه بریم جانم.
حالا بیا دیگه. بفرمایین. تشکر آقا. کل چیز بسیار مقبول معلوم میشه، اما بیشتر از همه تو هم تو. عزلم. هرچی که میگی زود شو بگو و از اینجا برو لطفاً. با گفتنه گپ آمدیم که او شاوبرت گفتنه تانستم علی. دویگو آقا پیلوت اگه کارهای گذشته خود ایلا کنه بی پول خونه میماننی؟ یعنی مشکل شما همی است مادر؟ نه جانم، من به خاطر اون نگفتم. هرچی نباشه یک کار دیگر شروع میکننی چرا غریب شوه؟ تشویش نکنین، او پشت کار میگرده. خوش آمدی پیلوت. خوش باشی نجمی. آی بیادرم از زندان آزاد شده بود، با بخشی منتظر ماندی. استغفرالله. بخشش چی؟ خوب شد آزاد شد. دی وقتا کجاستی هیچ معلوم نمیشی. با خدا به وفا برآمدی. خب کار و بار است دیگه. بیازو اینجا هم به همی خاطر آمدیم. بشینه؟ زنده باشی. بچیم به ما 2 گلاس چای روان کن. خب خیرت باشه. نگید انتقالات کدام مشکل پیش شده؟ نه، ما او کارا رو اعلا کردیم. تو کار مواد مخدر اعلان نمیکنی نه؟ تو نیست. کل کارهای غیر قانونی رو اعلا کردیم. چی میگی؟ پیلوت تو بدون سلاح زندگی کردن نمیتونی رو میفهمی؟ میتونم. چرا نمیتونم؟ کسایی که زندگی میکنن چطور میتونن؟ تو که میگی سیس. با ما تو یک کار به جنجال، به درد سر و با ماش خوب لازم است. اگه برم بتی هرچی تو بخوای بیادر، ما در خدمت هستیم. گوش که برات چی میگم. ما در اینجا با یک مدیر ضرورت داریم. این کار مناسب تو است. مناسب است. البته که مناسب است. کاملا بدلم است. پس به تفاهم رسیدیم. بسیار خوب. رئیس آرام باش. خودت در جنجال میندازیم. پیلوت که برام دوره تعقیب میکنیم. در یک جای گوشه کارش خلاص میکنیم. عزلم. میشه برم بگویی که به خاطر چی اینجا آمدی؟ اولتر از همه میخوایم برام یک وعده بدی علی. عزلم. چندین سال است که در این باره همراهت گپ زدیم. بله. دیگه ای کارا نکن لطفاً. مثل سابق در وظیفه فعال نیستم. زیاد که ضرور نباشه در جلساتم اشتراک نمی کنم. دیگه نترس. هیچ چیز نمیشه. علی به نظر تو ای گپا بسیار آسان است. دزم کوشش کو اینا را یک بار از نظر ما ببینی. پاکتی که 3 روز پیش به خانه ما آمده بود یادت رفته؟ اگه متوجه نمی شدی حالا هیچ کدام ما زنده نمی بودیم. صحیح است. در این باره پس آن گپ میزنیم. تو چی میگفتی او را به ما بگو.
بله. درست است. من باید برم یک کار عاجل پیدا شد. ببین بسیار کار عاجل است. اگه کار عاجل نمی بود نمی رفتم. بعداً گپ میزنیم. درست است؟ اگه قسم بری دیگه بعداً وجود نخواد داشت علی. عزلمی کار نکن لطفاً. او شو در وقت نان برات گفته نتونستم چون باز برات کار پیدا شد و رفتی بعد شام. از تو قسمت بعدی. اگه میخوایی که به آرامی بمری پس آرام باش. به خاطر تهدید کردن من دیگه هیچ چیز برات نمانده. میفهمی به خاطر چی؟ هم به خاطر که بچه علی زنده است. زینب